خب سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. من از کانال کلشلند اومدم. میخوام یه سری از ترفندها برای تازه کارا رو که تازه کلش شروع کردم بهتون بگم. ببین بچه ها، اول بازی خود بازی به شما نزدیک 500 تا الماس میده و میگه 250 تاشو بدین واسه یه دونه از کارگرا که بشین 2 تا کارگر. این کارگرها یا هم کلبه سازنده مهمترین چیز توی تقریبا یکی از مهمترین چیزها داخل کلشه. و آره دیگه، شما 2 تا کلبه سازنده دارین و 250 تا الماس دیگه براتون میمونه. شما اگه 500 تا جمع کنین میتونین یه دونه دیگه کلبه سازنده بگیرین که میشه 3 تا. پس به هیچ وجه الماساتون رو خرج نکنین. الماس هم میتونید بگیرید در طول بازی. اگه بازی کنید خیلی الماس میگیرید. مثلا اگه به لیگ نقره‌ای برسید، لیگ نقره‌ای 1 برسید، میتونید 400 تا الماس بگیرید، یا 450 تا. یا مثلا اگه به لیگ حرفه‌ای برسید 1000 تا الماس میده. یا مثلا اگه توی پایگاه سازنده کاپتون بشه 3000، اونجا هم 1000 تا الماس میگیم. پس به هیچ وجه الماساتون رو خرج نکنین تا همینجوری کارگرهای بیشتر بگیرین. اینجوری میتونین سریعتر ارتقا بدین وسایلاتون. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید.